سلام به کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. خب من میخواستم توی این ویدیو راجع به چند چیزی که این مدت داشتم راجع بهشون تحقیق میکردم، راجع به کاریزما، اعتماد به نفس، چجوری در واقع سلف استیم یا عزت نفس و اون تصوری که از خودمون داریم رو بالا ببریم، بیشتر احساس ارزشمندی بکنیم و وقتی که این کارا رو انجام بدین، وقتی که بیشتر کاریزماتیک باشین، انرژی شما توی یه لول بالاتری قرار میگیره و فرکانس چیزایی که جذب میکنین بیشتر میشه. اولین چیزی که به نظرم میاد بگم اینی که چجور فیزیکی با اعتماد به نفس به نظر برسین، کاریزماتیک به نظر برسین. بیشتر برای خانوما شاید تاثیرگذار باشه. اینه که یه ترفند رو انجام بدین SOG، یعنی اسلو، آرومتر حرکت کنین، خیلی صافتر. همین که فقط یکم آرومتر از حالت عادی، یکم دقت کنین به راه رفتن و حرکاتتون، خودش میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. و اوپن، یعنی یه چیزی هست به اسم مرلین مونرو افکت. اگه که میخواین مثل مرلین مونرو آدما رو جذب کنین به خودتون، باید اوپن باشین، یعنی جوری بشین که سرتون پایین نباشه وقتی وارد یه محیط جدیدی میشین. بدنتون، شونه‌هاتون اوپن باشه و برای خانم‌ها حالا دستا یا یکم نزدیک بدن نگه داشته باشه، ولی کمر همیشه صاف نگه داشته باشه. وقتی به جلو خم میشین همچنان گردن مثلا صاف نگه داشته باشه و گراوندد. اینا اگه که مثلا فیتنس کار میکنین خیلی کمک میکنه که یه فیزیک ثابتی رو بخواید نگه بدارین، براتون خیلی راحت‌تر میشه. پس این پاسچری که گفتم هست، اینکه راحت‌تر، اینکه آروم‌تر حرکت کنین، خیلی خودش تاثیر میذاره. یعنی با دقت‌تر، خیلی پرزنت باشین، توی لحظه باشین. من اینجا میلان زندگی میکنم. برای 2 روزش هم همین تمرین SOG همش به خودم تنها داشتم راه میرفتم خرید میکردم، گفتم که اینا مثلا انجام بدم و خیلی جالب. یه نفر اومد جلوی من گفت که راه رفتنت خیلی الگنت بود، یعنی مثلا شیک بود، کلاسی بود. همین نظر من جلب کرد، اومدم جلو باهات صحبت کنم، چون داشتی آرومتر از مثلا بقیه راه میرفتی و نه همه توی بودو و عجله و چون شهر بزرگی هست و اینا. خیلی برام جالب بود. قسمت دومی که خودم همیشه خیلی بهش اعتقاد دارم اینی که آدم پرایوتی باشین و یه مقدار میستریس، یه مقدار چیزها رو برای خودتون نگه دارین. خیلی بقیه راجع به خودتون صحبت نکنین. همیشه یه سری چیزایی رو مثلا راجع به خانواده‌تون، راجع به اهدافتون، راجع به چیزی که دوست دارین، نه که حالا با بقیه صحبت نکنین یا مثلا اشتراک نذاری، ولی یه سری چیزا رو همیشه توی لولی نگه دارین. مثلا برای آدمایی که بهتون نزدیکتر میشن یه مقداری بیشتر مثلا بخواین باز کنین زندگیتون رو، همیشه سری چیزا رو شخصی نگه دارین. این خیلی کمک میکنه که یه آرای انرژی مبهم طوری داشته باشین و خیلی بیشتر کاریزماتیک به نظر میرسه. خلاصه بگم تا اینجا اون روش و مدلی که توی جامعه خودتون رو پرزنت میکنین، the way you carry yourself، این خیلی مهمه و همیشه سعی کنین که یه مقداری رو خودتون کار کنین، یه سری چیزا رو یاد بگیرین و بدونی که مهربون بودن، واقعا از قلب مهربون بودن و به بقیه حالا تا یه حدی اهمیت دادن خیلی چیز خوبیه. احترام گذاشتن به بقیه چیزی که خیلی میتونه جذاب باشه، ولی باید بتونید وقتی که ولی بعد مرزگذاری خیلی مشخصی داشته باشین. ممکنه آدما بخوان از مرزاتون رد بشن، ممکنه آدمای سمی بخوان اطرافتون باشن و این هیچ ربطی به شما نداره. ممکنه مخصوصا وقتی که بخواین اوپن باشین، باز باشین با آدما و مثلا در ارتباط باشین، مخصوصا اگه بخواین آی کانتکت، تماس چشمیتون یه مقداری نگه دارید با آدما، بدونی که مثلا ممکنه که طرف از شما خوشش بیاد و اینا، ولی خب بیشتر از یه حدی نه و یه مقدار با لبخند اگه میتونین نگه دارین، خیلی ترسناک و فریکی نشه تماس چشمیه. اینکه ممکنه آدما فکر کنن که شما از اون طرف خوشتون میاد، بخواد بهتون نزدیک بشه و بعد مرزگذاری مشخصی داشته باشین.
و روشی که شما واکنش میدین به اون به آدمی که میخواد از مرز شما بگذره، حالا اتفاقی ممکنه پیش بیاد برای هر کسی که به شما یه بی‌احترامی بشه، شما مورد بی‌احترامی قرار بگیرین، اون روشی که شما ریاکشن میدین، واکنش نشون میدین و تصمیم میگیرین که آیا این آدم تو زندگی شما بمونه یا شما تو اون محل، اون محیطی که نباید باشین، احساس خوبی ندارین بمونین، اون تصمیم و اون عواقبش با شماست. این مرزگذاری هم خیلی مهمه که مشخص باشه و اینکه به عنوان یه خانم حتما استانداردهای بالایی داشته باشین و از استاندارداتون کوتاه نیان. وقتی فکر می‌کنین چیزی لایقش هستین، مطمئنا هستین و اگه کسی نتونه به شما اون چیزی که فکر می‌کنین لایقش هستین بدین، یه نفر دیگه اون بیرون هست که مطمئنا میتونه بیشتر از اون برای شما انجام بده. فقط باید شما بتونین از اون طرف رد بشین، گذر کنین تا بتونین نفر بعدی رو بتونین انرژیشو راه بدین توی زندگیتون. یه موضوع دیگه که به نظر من خیلی تو جذابیت آدما بهشون کمک میکنه اینی که به تعریف بقیه از خودشون اهمیت ندن. یعنی جوری که بقیه شاید اونا رو ببینن، مخصوصا کسایی که خیلی به شما نزدیک نیستن، نباید تأثیری روی تصور شما از خودتون داشته باشه یا مثلا تعریف شما از خودتون رو تعیین کنه یا تغییر بده. و خیلی نسبت به تعریف بقیه و چیزی که از حسی که از شما میگیرن خیلی واکنششون ندین. شاید بتونید حتی یه چیزی ازش یاد بگیرین و یه چیزی رو بتونید تغییر بدین توی خودتون. مثلا من خیلی صورتمو لمس میکردم از استرس و اینا و کسی اینو بهم گفت و سعی کردم کمتر مثلا انجامش بدم و بیشتر صحبت کنم با آدما، بیشتر تماس چشمی داشته باشم. اینا همه تمرینو میتونین روش کار کنین. و یه چیز دیگه این که وقتی کسی با شما نظر مخالفی داره یا یک تعریفی از شما داره که متناسب با اون تعریفی که شما از خودتون واقعا فکر می‌کنین درست نیستین، چیزی که طرف مقابل راجع به شما فکر میکنه، به صورت دفنسیو یعنی دفاعی واکنش نشون ندین، چون یه جور ضعف نشون میده. چرا باید خیلی واکنش نشون بدین؟ اگه شما میدونی که این آدم هستی، مثلا اگه میدونی که نیت خوبی داری یا مثلا این اینتنشن روش این کارت به این دلیل داری این کار میکنی یا خودتو اول قرار دادی و خودتو تو اولویت قرار دادیم، پس دلیل نداره که بخوای ناراحت باشی بابتش یا خیلی بخوای زیادی واکنش نشون بدی و اغراق کنی. اجازه بده که آدما جوری که میخوان راجع به تو فکر کنن و تو به اون راه خودت، به اون مسیر که خودت فکر میکنی درسته ادامه بده و مطمئنا تو این مسیر آدمایی رو پیدا میکنی که انرژیشون با تو میخونه، تو میتونی خودت باشی، تو رو تشویق میکنن بهتر بشی، تو اونا رو تشویق میکنی بهتر بشن. و چیزی که باید سعی کنی بتونی با تنهاییت اوکی باشی. وقتی با تنهایی و با خودت بودن اوکی باشی، چیزای دیگه میتونن بهتر میتونن وارد زندگیت بشن. زمانی که به چیزایی که دارن یه جوری مانع رشد و بالا رفتن فرکانس انرژی زندگیت میشن و نگیری، اتفاقی فکر نمی‌کنم بیفته. به عنوان یه خانم حتما زندگی شخصی خودتون رو جدا داشته باشین، یه کار یا یه درس یا یه مهارت، چیزی که بتونین خلاقیتتون رو توش ابراز کنین داشته باشین. ورزش کنین، به سلامت بدن، به سلامت روح، به زندگی شخصیتون اهمیت بدین و یه زندگی کامل برای خودتون بسازین. چیزای کوچیک تو زندگی اتفاق میفته رو مثل همین نور آفتاب، مثل غروب آفتاب ازش لذت ببرین، زندگیتون رو یه جورایی جذاب‌تر کنین با یک نگاه متفاوت دیدن به زندگی و حس کنین که شما همه چی رو دارین. شما الان همه چیزی که میخواین تو این لحظه که شاد باشین رو دارین و اینجوریه که میتونین راحت‌تر چیزایی که میخواین، چیزایی که براتون، یعنی چیزایی که شاید تو آینده نزدیک مثلا بهشون برسین و میتونین جذب کنین خیلی راحت‌تر. در صورتی که فکر کنین که واقعاً تو اون فرکانس هستین. یعنی مثلا اینجوریه که من میدونم که آدم موفقی هستم، من آدم موفقی میشم. منتظر نباشین که به یه مرحله‌ای، به یه جایی برسین بعد شروع کنین خوشحال باشین، شروع کنین به خودتون اعتماد داشته باشین. نه، مثلا همینجا از همین چیزای کوچیک شروع کنین. اگه میبینین که مثلا 4 روز در هفته، 5 روز در هفته میری باشگاه، تا همینجا به خودت افتخار کن. خیلی دستاورد بزرگیه. اگه که هر روز مثلا میتونی طول آفتاب ببینی، خیلی چیز قشنگیه. چرا که نه؟ این مقدار فارسی حرف زدنم خیلی جالب نیست، به خاطر اینکه تقریبا هیچ زبانی که حرف میزنم خوب حرف نمیزنم. اینجوری فکر نکن خیلی انگلیسی یا ایتالیایی خوبه، نه.
امیدوارم که اینو جایی آپلود کنم و امیدوارم کسی ببینه و استفاده کنه و برش مفید